گاهی دیدی اگر آدم عزت نفس نداشته باشه برای هر نیازی دست گدایی دراز میکنه، پلوی اینون یا آبروشو میریزه یا دست نیاز دراز میکنه. ولی ماها خدا یک عزت نفسی به ما داده که گاهی مشکلات مهم من باشه حاضر آبرومونو ببریم، آبرو خانواده‌مون ببریم. ممکنه نیاز داریم، گرفتاری داریم، ولی حاضر نیستیم بیام آبروریزی بکنیم. مناعت طبع. این نعمت عزت نفس، قناعت. شما باور کنید اگر ما گاهی میریم مسجد یا مثلا کوچه خیابان سر چهارراه میبینیم یه کسی دست گدایی صحیح سالم قبراق، ماها خجالت میکشیم. این نعمت از او گرفته شده، این نعمتی که خودشو خار کرده، ذلیل کرده، خودشو شکسته. ذلیل‌ترین افراد متکدیا هستن، خیلی خارن، یعنی آبرو ندارن هیچ. خب این عزت نفسی که خدا به ما مرحمت کرده، خودمون رو حفظ میکنیم، آبروی خودمون رو دیگران نمیبریم، این چه نعمت بزرگیه. خدا نعمت عزت نفس، قناعت به تو داده، تو رو از آبرو ریختن و آبروریزی و از له شدن جان و روحت حفظت کرده. بعد حضرت فرمودن که من 3 تا نعمت برات شرح دادم: نعمت ایمان، نعمت عافیت، نعمت قناعت. حس کردم از اون خدایی که این همه چیز بهت مرحمت کرده اومدی از اون شکایت بکنی. من این نعمت‌ها رو برات شرح دادم که شکایت نکنی. بعد حضرت فرمودن که من امر کردم 1000 دینارم پول بدیدم، برو اون پولا رو هم بگیر. پولم بد میدیم، اگر واقعا کسی قدردان بود پولم گیرش میاد، یا در همون پولایی که خدا داره برکتی میگذاره که نیازاش برداشته بشه. ولی این نعمت قدر شناسی نعمت